صدای رعد، طوفانی از آتش و نماد قدرت در میدان نبرد. از جنگل‌های انبوه تا خیابان‌های پرهیاهو، از تاریخچه نظامی تا فیلم‌های اکشن، نامی که همه شنیدند و بسیاری آن را ستایش می‌کنند. AK-47 یا همون کلاشینکوف، تفنگی که تاریخ را تکان داد، انقلابی در طراحی تسلیحات که به دست سربازان، چریک‌ها و آزادیخواهان افتاد. ساده و مقاوم و همیشه آماده رزم و شلیک، نه گیر می‌کند و نه خیانت. ما را سابسکرایب کنید تا همراه هم وارد دنیای این اسلحه شوید. این اسلحه تهاجمی توسط میخائیل کلاشینکوف، مهندس روسی، طراحی شد. او در سال 1947 این سلاح را توسعه داد و در سال 1949 به طور رسمی وارد ارتش اتحاد شوروی شد. کلاشینکوف طراحی خودش رو با الهام گرفتن از تفنگ آلمانی STG-44 انجام داد که یکی از اولین سلاح‌های تهاجمی در جنگ جهانی دوم بوده. از سال 1949 که زمان آغاز تولید این اسلحه بوده، در سراسر جهان بیش از 200 میلیون قبضه از انواع مختلف این اسلحه تولید شده. انواع کلاش: AK-47، AKM، AK-74، AK-12 و اما یک نسخه خیلی محبوب و جالبتر، AK-105، یک نوع خاص و کوتاه‌تر برای نیروهای ویژه که از کالیبر 39 در 7.45 میلیمتر استفاده می کند. 39 طول فشنگ یا همون طول پوکه است. 5.45 قطره یا همون کالیبر فشنگ. وزن کلاش با خشاب پر 4.30 کیلوگرم است. طول این اسلحه 870 میلیمتر است. کالیبرش مختلفه. سرعت اولیه گلوله 715 متر بر ثانیه است. ظرفیت خشاب 30 گلوله که با خشاب‌های بزرگتر مثل 60 و 100 هم سازگاری دارد. کلاشینکوف فقط به خاطر طراحی زیبا و خشن یا صدای خاص شلیک نیست. پشت این شهرت جهانی دلایل فنی و تاریخی هم وجود دارد و حتی دلایل فرهنگی. 1. سادگی در طراحی و استفاده. کلاشینکوف با قطعات کم و مکانیزم ساده‌اش حتی در دست یک سرباز تازه کار هم قابل استفاده است و نیازی به آموزش پیچیده‌ای ندارد و به راحتی تمیز و تعمیر می شود. دوام و مقاومت بالا. از گلولای بگیر تا مرداب، از شنزارهای داغ بیابان بگیر تا قطب جنوب، حتی در آب این اسلحه کار می کند و نه گیر می کند و نه زنگ می زند. تولید انبوه و دسترسی جهانی. پس از پذیرش در ارتش شوروی، تولید آن به کشورهای زیادی واگذار شد. تخمین زده شده است که 200 میلیون قبضه از این اسلحه تولید شده است و در آخر هم میتوان به قیمت پایین و نگهداری یا همون استهلاک کم و پایین این اسلحه هم اشاره کرد.